قسمت اول. و اما هابیت یعنی چه؟ هابیت ها در واقع مردم بسیار کوچکی هستند، حتی کوچکتر از دورف ها. آنها عاشق صلح و آرامش و زمین های کشاورزی حاصلخیز هستند. از ماشین و وسیله نقلیه گریزانند، اما ابزار را به صورت ماهرانه به کار میبرند. بسیار چالاکند، اما دوست ندارند عجله کنند. چشم و گوششان تیز است، خیلی زود چاق می شوند. اغلب کفش به پا نمی کنند و لباسهایشان به رنگ روشن است. خندیدن، نوشیدن و خوردن حتی 6 وعده در روز را دوست دارند. از مهمانی خوششان می آید و همینطور از دادن و گرفتن هدیه. در سرزمینی زندگی می کنند که به آن شایر گفته می شود. هابیت قصه این موجودات دلچسب است. داستانی فی نفس کامل، اما پر از نشانه هایی که خبر از اتفاقات شوم آینده می دهد. و این روایت، داستان بیلبو بگینز، همان هابیت سفر کرده و سرگردانی است که حلقه یگانه قدرت را پیدا کرده و بعضی هم بر این باورند که حلقه را دزدیده و همراه خودش به سرزمین شایر آورده. و این مقدمه است به همراه مابقی نکات ناگفته و همچنین ناشنیده. خب دوستان، اگه از این ویدیو خوشتون اومده حتما با لایک، سابسکرایب و کامنت اما حمایت کنید. تا درودی دیگر، بدرود.